در تاجیکستان چند روز اخیر نرخ یک خلطه ارد 50 کیلویی تا به 240 سومانی برآمد. خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان افزایش قیمت ارد را وابسته به عامل‌های بیرونی می‌دانند. دلشاد مظفرزاده معاون یکم خدمات ضد انحصاری به خبرگزاری تاجیکستان گفته است سبب بالاروی نرخ ارد در تاجیکستان افزایش قیمت گندم در قزاقستان است. نسبت به سال گذشته نرخ گندم در قزاقستان بیش از 20% افزوده است. طبق معلومات اگنتی آمار تاجیکستان سال گذشته استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک عضو خانواده بیش از 120 کیلو را تشکیل داده است. با گفته دلشاد مظفرزاده حالا جانب تاجیکستان مقدار واردات ارد را کم کرده برعکس استحصال آن را افزایش داده است. اما حالا هم ما تحت تاثیر تغییریابی نرخ گندم در قزاقستان مانده ایم، زیرا استحصال گندم داخلی پورا طلبات داخلی را قانع نمی کند. این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای بلند شده است که تجارت فروش ارد از جانب شخصان نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان مونوپولیا شده است و با سوء استفاده از موسم بازگشت مهاجران کاری که با پول وارد کشور می شوند و برای زمستان ارد ذخیره می کنند، نرخ ارد برداشته شده است.